دوستانم، صحبت کنید تا یکدیگر را شناسید، زیرا شخص تحت زبانش پنهان است. صحبت با بزرگان سرور سعادتمندی است. تبسم مسافه کوتاه‌ترین است میان دو نفر. بنده ای که رزقش را از خداوند می‌داند، پس در وقت دارا شدنش خرسند نمی‌گردد و در وقت فقیر گشتنش غمگین. توکل بر بوده قناعت کردن و بر نبوده راضی بودن است. توکل حقیقی بغیر از خداوند از دیگری نترسیدن و بغیر از او جز به کسی باور نکردن است. به درخت تکیه مکن که درخت می‌پوسد، به انسان تکیه مکن که انسان می‌میرد. چنانه که برای بنا خاک و برای زندگی خوراک لازم است، برای در عالم ملکوت بالا شدن توبه همان است. به توبه کنان برابر باشید، زیرا قلب‌های آنها نرمند. زینت والا تواضع است. به مثل سنگ بودی و قلب شکستی، بس است اکنون خاک شو تا در رویت گلها برویم. افضلترین عبادت تواضع است. از کسی نباشد حق را قبول کردن تواضع است. تواضع یعنی خود را نه در دنیا و نه در آخرت به کسی محتاج ندیدن است. نفری که در نزدت دیگر چیز میگوید و از پس دیگر سخن میگوید، آن نفر به مثل یک حیوان شاخدار است. انسانها را ظاهراً قبول مکن، باطناً قبول کن. باطناً به معنای آن است که رویشان دیگر است و درونشان، جسمشان، روحشان دیگر کار را طلب میکنند. فراموش مکن که زنبوری که در دهانش عسل دارد در دمش سوزن دارد. با گرگان آشنا شو، اما تبر دستت را مپرتاب. انسان از قدم ماندن دیده زیادتر به زبانش باید دقت کند. دریا را دوست دار، اما در ساحل ایست. بر دو چیز با دقت باشید، وقتی خوراک و وقتی گفتار. در جایی که نفران با همراهت می نشینند و علاهیده با خود مجلس می کنند، از آنجا خود را دور کن، زیرا آنجا کلبه شیطان هاست. از نصیحت خوب تنها شخصانی با عقل استفاده می برند. چی نصیحتی که کنی کوتاه بکن. قلبت را با نصیحت زنده نگاه دارو، با حکمت روشن. نصیحت بهترین نمونه خوب شدن است. نصیحت کردن آسان است، ولی عبرت گرفتن دشوار.